سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. امروز یه ویدیو داریم، قراره با هم ویژن بورد درست کنیم. شاید خیلی دیده باشید که خیلی امروزا ترند شده که تو اینستاگرام این ور اون ور با هم ویژن بورد یا تابلوی آرزوهاشون رو درست میکنن و مثلا میذارن و اینا. امروز قراره با هم از 0 تا 100 یک ویژن بورد رو بسازیم. بهتونم بگم که قشنگ چی میخواد چی نمیخواد و بدونید که ویژن بورد یه تابلویه که دلیل نیست مثلا الان من این تابلو رو بسازم همه اون اتفاق برآورده بشه، اما هم خیلی چیز فانتزی و خوشگلیه، همین که باعث میشه هر موقع شما اونو میبینید بخواید منطقیش رو در نظر بگیریم. اینه که تلاش میکنید که به سوی اون اهدافتون گام بردارید، مخصوصا این که قشنگ چش تو چش میبینینش، تصور فقط نیست. همین که از نظر انرژی در نظر بگیریم، میگن که هر چیزی رو بیشتر ببینی و بهش انرژی بدی و اینا زودتر سر راهت قرار میگیره. برای همین این تابلو خیلی به نظرم چیز خوبیه که همه لااقل سال یه بار تلاش کنن و بسازنش دیگه. همچین تلاشی هم نمیخواد، حالا الان با هم میسازیم. مخصوصا سعی کنید ویژن بورد مثلا سالانه داشته باشید، هر کی هم مخصوص خودشه. حالا دلیل نیست که من همه این چیزایی که اینجور میزنم و نشون میدم اهدافم باشن و شاید خیلی چیزای بیشتری باشه، شاید چیزای کمتری باشه، ولی حتما سعی کنید یه تابلو خوشگل برای خودتون درست کنید از چیزای منحصر به فرد خودتون. یعنی حتی سعی کنید اون ماشین مثلا یکی میخواد، چه میدونم بنز میخواد، دقیقاً اون بنز رو با اون مدلش رو اینا بچسبونه. حالا یکم ویژن بورد ما متفاوته، ولی الان با هم میریم که بسازیمش. خب اول نشون بدم. ببین یه دونه از اینا میخوان که این بهش میگن مقوای فومی. خب این سایزش که A5 میشه، این نه A3 میشه، آره فکر کنم A3. و یه سری عکس از چیزایی که میخوان. حالا اینو من این عکس رو اینجوری گرفتم که کات کنم، منظورم این بود که مثلا زندگی سالمتر با آب میتونه، همچین منظوری از این عکس داشتم. ولی چیزایی که میخواین با نوشته ها و اینا هم که خوشگل تر بشه ویژن بوردتون، همه رو اینجوری چاپ میکنیم. یه سریزا مثلا این من که نمیخوام این باشم، خب مثلا منظورم هم خوشگلیه این بود که ویژن بوردم خوشگل تر بشه، همین که مثلا منظورم چی میگن استایل و اوتفیت و اون حالت مثلا لیدی باس تو این عکس قشنگ معلومه. اینا اینجوری خیلی به درد میخورن. ببین عکسایی که اینا تو پینترست هست اینجوری هن و وقتی کات کنید ببریدشون یه چیز کوچولو خیلی قشنگ میشه برای ویژن بوردتون. یا حتی مثلا میشه فقط اینش رو برید، از یه سری عکساش نصفه استفاده کرد و اینا. مدل مختلف داره، حالا هر چیزیش که بخواید. من عکسایی رو انتخاب کردم که ویژن بوردم قشنگ تر بشه، همش اهدافم و چیزایی که میخوام نیستن. تا اینجای کار داشته باشین تا من برم یه سری از اینا رو کات کنم و چیدنشون رو نشونتون بدم. خب آقا، از آخرین ویدیویی که از من دیدین چند روز میگذره، شاید هم بیشتر از چند روز. من تو این چند روز رفتم هم عکسای بیشتری چیز کردم، پرینت کردم و اینا، هم کلی از این عکسا رو اینجوری کات کردم که اول کات بکنم بعد انتخاب کنم که کدوما رو بذارم. ببینید کلی عکس ریز و درشت و اینا درشت تراش و بعد اینایی هم که مثلا بزرگ بود دوراشو بریدم، یه سریاشو کلی اینجوری. بعد همه رو بریدم با کاتر و چاقو قیچی و فلان و اینا بیشتر، ولی با کاتر. زیر کاتر هم بدون از اینا بذارید خیلی جوابه، همینه که تو آشپزخونه همتون داریم چی میگن برای برش و ایناست. بعد چون کاتر چیز میکنه دیگه، مثلا اگه رو میز بذارید میزتون همه رد میفته. آره من رفتم این تو هم هست یه سری بیشتریاشو بریدم، فقط یه چند تاش مونده. بعد الان میریم به اون مرحله‌ای که اینا رو انتخاب میکنیم کدوما رو میخوایم بذاریم، بعد چیز میکنیم میچسبونیم رو همون فوممون، بریم انتخاب کنیم و بچسبونیم.
آقا من اینا رو قشنگ گذاشتم اینجا اینجوری که بتونم راحت انتخاب کنم. بعد حالا چجوری انتخاب میکنم؟ مثلا اول تصمیم گرفتم چیزای سفر رو که دوست دارم یه جا بذارم. همه سفرها رو میذارم رو تخته باشه، حالا الان غیر سفرم هست. بقیه رو مثلا اینا رو همه رو میذارم تو پوشه که بتونم اول از بین سفرهای تیکه رو قشنگ بچینم انتخاب کنم. بعد بخش دیگه همینجوری تا آخر. بریم اول سفر رو انتخاب کنیم با هم. خب آقا من این بخش رو چیدم، خیلی هم سخت بود که اینا هم پوشانی پیدا کنم. حالا الان نچسبوندم ولی مثلا اینا باید یه جوری برن زیر هم و کنار هم و اینا یکم اینورتر اینا یکم اینورتر که قشنگ یه بخش رو بگیرم و این کار خیلی سخت بود. حالا برم ببینم بقیه رو چیکار میتونم بکنم. این بقیه‌ش هم که مون گذاشتم اینجا چون شاید مجبور به تغییر بشه آدم. آقا من اینا رو چسبوندم ولی نمیدونم هی اینجوری بودم که بچسبونم نچسبونم. مثلا اگه ببینید اونور رو متقارن چسبوندم اینور رو غیر متقارن. بعد الان نمیدونم اینجا رو به هم مثلا چیز میز بذارم روش که به هم وصل شن این بخش ها یا نه. حالا بقیه جاهارم اینا که روشم بقیه جاهارم چیز کنم این جاهارم بچسبونم تصمیم میگیرم اول بچینم بعد اینجوری بچسبونم. ولی نمک شد خوشم اومد. ببینیم بقیهش چی میشه. خب اینجا رو ببینید فعلا اینا رو چسبوندم ولی به مرحله خیلی سخت رسیدم چون دیگه نمیدونم این بینا و اینا باید چی بذارم. البته کلی عکس هستا ببینید اینجا کلی عکس و مکس و فلان و ایناست ولی دیگه هیچ آیدیایی ندارم. بعد دیگه هیچی ندارم مثلا از اینا که اینا رو بچسبونم نزدیک تر کنم به هم. حالا این وسط مسطا یه چیزایی بذارم تا ببینیم چی میشه. ولی مثلا به تنهایی نها کنی این بخش رو خیلی دوست دارم یا مثلا اینجا رو خیلی دوست دارم. اینم یه آپدیتی از کارمون. ببین من به خاطر اینکه اگه قرار بود همه رو انتخاب کنم کجا چی و کجا بزنم بعد شروع کنم به کار 10 روز طول میکشید خیلی سخته. برای همین تیکه تیکه انتخاب میکردم. مثلا اول اینا رو این چند تای اینجا رو تصمیم داشتم که بزنم بعد دیدم مثلا اینو بزنم بهتر میشه. بعد دیگه هی چیز نکردم که نزنم شاید بچه فلان دیگه زدم چون آدم شک کنه بدتر میشه. الان فعلا اینا رو چسبوندم بعد احتمالاً اینم میذارم اینم میذارم اینجاها مثلا. بعد یه عکس دیگه اینجا بذارم یه عکس بزرگ مثلا اینو یا مثلا اینو که یه جایی هم بگیرن. البته دیگه خیلی جا نیست ولی خب نذاریم هم خیلی خالی میشه. خب آقا من باز یه آپدیتی بدم. ببین فعلا اینا رو نچسبوندم اینا ولی یه همچین چیزی تو ذهنمه. جایهای خالیش خیلی بهتر شد منتها برای اینجا هنوز چیزی ندارم که بچسبونم. اینجا هم میشه یه کارایی کرد یعنی مثلا حالا یه نوشته چیزی ولی اینجا رو واقعا نمیدونم چون یه چیزی هم باید باشه که به جفت طرف اینا بیاد دیگه. ولی اینو گذاشتم عکس وسط به خاطر اینکه باریک‌ترم بود تا مثلا اینا بهتر کاور میکرد. اینا میخوام اینجوری بچسبونم. خیلی نمک شد فقط این جاهای خالیش یکم تو مخمه اونم اشکال نداره. این ویژن بورد رو بالاخره تمام کردم. الان رونمایی نهایی داریم از ویژن بوردمون. خیلی هم خستم. همین الان یک راست بعد از این ویدیو رو قطع کنم لباس بپوشم برم دانشگاه و تو این ترافیک بعد دانشگاه هم کار دارم بعد برم یه جای خیلی دور فکر کنم دیگه تا شب نرسم خونه. خب اینو رونماییش رو انجام بدیم. خیلی برش ذوق دارم. برای اون پایینشم که خیلی خالی بود یه کارایی کردم خیلی عالی نشد ولی خیلی از قبل بهتر شد. نشونش بدم دیری نمیدونم کامل معلومه. ببین همه میتونید برای سال جدید یه ویژن بورد درست کنید و حالا یه سری چیزا رو بهتون بگم. اگه تونستید از این مقوا فومیای مشکی پیدا کنید وقتی مثلا اینجوری خالی داشته باشه این وسطا کمتر به چشم میاد. بعدم اینکه شما میتونید چیزای بیشتری بذارید با فکرتر پیش برید و واقعا اون چیزایی که میخواین رو بذارید. مثلا من این تیکش رو یوتیوب رو گذاشتم
این تیکه حالت چی میگن خیلی لیدی باز تور، اینجام که سفر و فلان و داستان و اینا، ولی هرچی ویژن بوردتون دقیق تر باشه خیلی بهتره. آره اینم از ویژن بورد نهایی ما. آها بعد یه چیزی بگم، برای اینکه شما بتونید جلوه بیشتری بهش بدید یه چیزایی، مثلا من اینا رو نوشته ها رو اینا رو میتونستم برجسته بزنم، ولی من چون هم وقتم کم بود هم نداشتم از این چی میگن بهش، آلومینیوم نیست، نه فویل هم نیست، از اینا که اینجوری دونه دونه میشه تو هوا، بچه بودن همه یه دور اینجوریش میکردن تو هوا، دایره آش میریخت، از اونا زیرش بزنید میاد بالا. آره من یکم تجربه داشتم به خاطر اینکه یه بار با یکی از دوستام که معماری میخونه یه همچین چیزی درست کردم، ولی نه ویژن بورد، اون چیز سینمایی بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نهاییش الان باز بهتون نشون میدم، قشنگ ویدیو میگیرم. بذارمش اینجا تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدافظ، چاو. Janet.